نزدیک عید یاد قدیما افتیم. یادش بخیر واقعا. ما نزدیک عید فرشار به در می آوردیم، امین حیات پهن میکردیم، قده شلنگ و قده تاید و پرو و فرچه و بکش گمکشی، یعنی مفتیم به جون فرشا مشوشتیم، فرشا رو پهن میکردیم درو دای چه دیوار، درو دیوار. یادش بخیر. یعنی پره برفتیم، کمر ما دو لگ مرفت. لگ چیه؟ یعنی شما که هیچ نمیدونین چیه. دو لگ یعنی دو تیکه، دو قطعه مرفت. یادش بخیر. یعنی مادر ما مر مثل سگ از ما کار میکشی، یعنی بقرار. یادش بخیر. از اون دوران گذشتن دیگه. ولش کنن کلهار درد عقدی کردن یا نه نزدیک ایده. بوی رنگ میاد و بوی عید نمیاد ولی